سلام، من اسمم هومن هست. دارم درس میدم از کتاب مقدس از انجیل یوحنا فصل 7 کلمه 1 به 24. توی فصل 7 میبینیم که موقع جشن بود توی اسرائیل. همه میرفتن اورشلیم برای جشن. برادرهاش آمد بهش گفت بیا بریم تو اورشلیم برای جشن و این معجزه‌ای که شما میکنی تو اورشلیم بکن که همه ببینن که اگر واقعا شما مسیح هستی که همه ببینن که شما مسیح هستی. ولی تو کتاب مقدس ما میتونیم بفهمیم برای اینکه نوشته شد که این برادرهاش واقعا ایمان نداشتن تو این مدت به جیزاس. پس جیزاس در جواب گفت شماها برو، وقت من هنوز نیامد. پس فامیلش رفت بدون جیزاس. یادت باش وقتی که جیزاس وزارتش رو شروع کرد، از اولش بعد از اینکه تمید کرد رفت تو بیابون. شیطون اونجا بود. شیطون همین چیزا گفت اگر شما واقعا پسر خدا هستی این کار بکن، اگر واقعا پسر خدا هستی اون کار بکن. همین کار داره برادرهاش، همین کار دارن میکنن. میگن اگر واقعا پسر خدا هستی بیا اورشلیم به همه نشون بده، بعد ممکنه ما باور بکنیم. پس فامیلش رفت بدون جیزاس. بعد وقتی که تمام ملت جمع شدن به اورشلیم اون موقع جیزاس رفت. برای اینکه اگر با فامیلش میرفت اورشلیم همه میدیدنش و میدونست که اونا میخواستن بکشنش. ولی اگر بره در وسط هفته که همه بودن، جمعیت بودن، سخت‌تر میشد که رهبرای اسرائیل بگیرنش. وقتی که رسید اورشلیم شروع کرد به درس کردن. درس میداد و ام، وقتی که داد وقتی که درس داد ملت میگفتن آخه چجوری این مرد که هنوز نرفت توی دانشگاه ما این چیزها رو میدونه؟ از کجا این چیزها رو میدونه؟ چرا از کجا این حرفاش رو یاد گرفت؟ و جیزوس در جواب گفت این حرفا حرفای من نیست، حرفای اون کسی که منو فرستاد حرفای اون هستش. یه اون کسی که میخواد میل خدا رو انجام بده میدونه که حرفای من درسته. میگه من شکوه خودم رو دنبالش نمیگردم مثل شماها. بعد یادواری کرد از موقعی که یک معجزه کرد روی سبت توی فصل 6. یک مرد چلاقی رو سالم کرد و برای اینکه روز سبت سالم کرد اون موقع رهبرای یهود شروع کردن به برنامه درست کردن که این جیزاس رو بکشن. پس یادواری میکنه جیزاس مگه شماها ختنه نمیکنید برای اینکه قانون موسی هستش، درست؟ پس شماها روی روز هشتم ختنه میکنی بچه رو، ولی اگر روز هشتم روی سبت بیاد چی کار میکنی؟ یا قانون موسی رو میشکنی که کار بکنی که ختنه بکنی، یا
قانون موسی رو میشکنی که ختنه نکنی برای اینکه میخوای سبد رو داشته باشی. پس میگه پس ببین کار خوب میشه کرد روی سبد، ولی من یک مردی رو سالم کردن و برای این کار میخوای منو بکشی. بعد میگن کی میخواد شما رو بکشه؟ شما یه جنی دارید، چرا میگی میخوای ما میخوایم شما رو بکشیم؟ ولی همون روز همون آدما میگن بکشنش. بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت می‌کرد. او نمی‌خواست در یهودیه باشد، چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می‌کنی ببینند. کسی که می‌خواد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی‌دهد. تو که این کارها را می‌کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. زیرا که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید. من فعلا نمیآیم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را به آنان گفت و در جلیل ماند. بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در روزهای عید به دنبال او میگشتند و میپرسیدند او کجاست. در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی میگفتند او آدم خوبی است و دیگران میگفتند نه، او مردم را گول میزند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمیگفت. در اواسط روزهای عید عیسی به معبد بزرگ آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب میگفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته چگونه کتاب مقدس را میداند؟ آنچه من تعلیم میدهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعلیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن میگویم. هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود می باشد، اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی صادق و در او ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما به آن عمل نمی کند. چرا می خواهید مرا بکشید؟ تو دیو دارید. چه کسی میخواهد تو را بکشد؟ من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کرده اید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد، هرچند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد قوم. و شما در روز سبت پسران خود را ختنه می کنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه می کنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شدید؟ از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. پس بعضی از مردم اورشلیم گفتند آیا این همان کسی نیست که میخواهند او را بکشند؟ ببینید او در اینجا به طور علنی صحبت میکند و آنها چیزی به او نمیگویند. آیا حکمرانان ما واقعا قبول دارند که او مسیح موعود است؟ اما وقتی مسیح ظهور کند هیچ کس نخواهد دانست که او اهل کجاست. با وجود این ما همه میدانیم که این مرد اهل کجاست. از این رو وقتی عیسی در معبد بزرگ تعلیم میداد با صدای بلند گفت آیا مرا میشناسید و میدانید که اهل کجا هستم؟ من به دلخواه خود نیامدم، زیرا فرستنده من حق است. شما او را نمیشناسید اما من او را میشناسم، زیرا از جانب او آمدم و او مرا فرستاده است. در این وقت آنها خواستند او را دستگیر کنند.
اما هیچ کس دست به طرف او دراز نکرد، زیرا وقت او هنوز نرسیده بود.